بریم برای اجرای بعدی. علی طولابی، متولد کوهدشت لرستان، ساکن شهر قدس، 13 ساله. بفرمایید. ماشاءالله علی. من یادت باشه اجرای قبلیت هم یه چند ثانیه‌ای از اجرات گذاشت، اولین رأی مثبت رو بهت دادم. ماشاءالله کنترل، تحریرهای درست به موقع، همه چی سر جاش، تیون، کوک دیگه، هر چی سر ریتم، همه پکیج رو کامل داره. ولی با این ابعاد آدم باورش نمیشه یکی تو این سه با این ابعاد داره اینجوری واسمون میخونه. خیلی عالی، باریکلا، لذت بردم. همون عشق کردم. خیلی ممنون. علی جان توی پدیده ای بی برو برگرد. مرسی، ممنون.
یک استعدادی واقعا. خیلی ممنون. موفق باشی، فقط همین میتونم بگم. کلی لذت بردیم. یادم هم بود قول دادی که لوری بخونی این بله دفعه. لوری الان میخوام. چه عالی. علی جان عزیزم خیلی ممنون ازت. از مرحله قبل تا الان یه چیزی تو دلم مونده بود که میخواستم بگم. بی صبرانه منتظر بودم که اجرای تو رو دوباره ببینم، یعنی خیلی فکر ممنون. میکردم بهش. به نظر من اگر توی این دوره عصر جدید 3-4 نفر بودن که یک چیزی فراتر از استعداد بودن، اگر 3-4 نفر باشن قطعا تو یکی از اونایی. مرسی ممنون. خیلی ممنون. همون لحظه اول که میخونی معلومه، یعنی ما رو میبری توی جهان خودت و یه چالشی با هم راه بندازیم. میخوام بیشتر به خودم ثابت شه ها که اشتباه نمی کنم. مثلا اجازه هست یا نه؟ خواهش میکنم. آقا لوری هم قرار بود بخونه. حالا لوری هم میخونه. این وسط میخوام یه چیز سخت، مثلا توی یه دستگاه ایرانی، نمیدونم اصفهان، شور اصلا. خب برای من میتونی یه بخش از این دستگاهو بخونی؟ بله چشم. خودت چی راحت تری؟ خودت چی راحت تری؟ همون شور رضوی میخونم. اوه سخته کاره؟ بله خیلی سخته. منو به هیچ بزدی و من هنوز برانم. منو به هیچ بزدی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. بیا چی میگیری؟ ماشاءالله بابا ماشاءالله. چطور بود؟ کیف ناب کردم. ناب عالی ناب. عالی. درجه 1 کار دارم با همش دوست دارم تا صبح الان بشنوم صداتو. آقای اسماعیل بفهم. خواهش کنم. بی تردید با یکی از شگفتی‌های عصر جدید روبرو هستیم، با یک استعداد شکوفا شده و یک استعدادی که به واسطه تمرین و تلاشی که کرده تونسته یه صدای منظم و خوشرنگ و خوشحال رو برای این جمع به هدیه بیاره. همطور که کارن گفت هممون منتظر بودیم که صدای شما رو بشنویم دوباره. البته من نگرانیامو بگم. نگرانی من اینه که این صدای این صدای زلال، این صدایی که قشنگ انگار آدم وارد یک دنیای زیبا میشه، یه دنیایی که تجربهش کمه، این نیازمند مراقبت‌های خیلی جدی داره. شما الان اون انرژی که در این کلمات رو باش ادا میکنید پاکی دوران کودکیه. اگه بخواید این پاکی رو حفظ بکنید، این زلالی رو حفظ بکنید و در آینده که روبروتون هست یک پدیده ممتاز در موسیقی ایران بشید، 2 تا کار رو باید خیلی جدی بگیرید. یک، مراقبت هایی که از حال خودتون میکنید که البته تو دنیای شما، تو زیستتون دفعه پیش توضیح دادین که این مراقبت ها وجود داره. و دوم، مطالعه است. شما باید اون چیزی که حس میکنید، درک میکنید، باور میکنید، اونو بتونید بیان بکنید. و اگه این اتفاق بخواد بیفته باید قبلش این دانایی رو در خودتون رشد بدید که بعد بتونید اون دانایی رو بیان بکنید. انشاءالله که این اتفاق میفته. اگر نیفته هم فکر نکنید اتفاق عجیبی ها. شما هم یه خواننده میشید مثل خیلی ها، ولی اگر میخواید ممتاز و ویژه باشید، انشالله جز شخصیتایی باشید که بعدها تو ایران اسمتون دهان به دهان بگرده، این مراقبت ها رو بهش توجه کنید. درست. یعنی دیگه الان لوری میخونی دیگه؟ بله. برو بریم. هفن هفن او بکشی
تفنگ فبکم شیکاگکو هیرنگ برنگ تفنگ بزبون دوز فراری تفنگ جاگولکن سینه پرنگ تفنگ درد به جانم تفنگ بیت نمانم تفنگ دشمن بشم چی تجا بردم قرارم تفنگ بشید سینه دشمنم دزی یارم تفنگ در وقت بشم دشمنانم این دچارم تفنگ کاری بزم و دشمنم بوسی ایارم تفنگ کاری بزم و دشمنم گزی ایارم آفرین. خفن خودتی. اجرای قبلی تو کجا دیدی؟ با کیا دیدی؟ واکنش‌ها بهش چی بود؟ ما موقع پخش اجرا تو خونه بودیم. از فردای اجرا هم خیلی مردم واکنششون خوب بود. خیلی ممنونم از تمام کسایی که عکس گرفتن. خیلی ممنونم از همشون. خیلی کار تو هم منتشر شده این ور اون ور، خیلی کار تو رو دوست داشتن، صدا تو دوست داشتن. لطف دارم. واکنش مدرسه و همکلاسی‌ها و معلم و ناظم و مدیر و اینا چی بود بهت؟ مدیر و ناظمی اینا خیلی لطف داشتن به من. خیلی ممنونم ازشون. بچه‌ها هم کسایی که نمیدونم درست اینو بگم یا نه، کسایی که قیافه میگرفتن الان بهترین دوست شدن. عزیزم چقدر خوب. ببینم یعنی کسی بوده قبل از اینکه تو اینجا اجرا کنی تو رو اذیت کنه چون تو خیلی بله. ساکت و مظلوم و نجیبی؟ آره؟ بله. بعد الان باید رفیق شده. الان رفیق صمیمی. چقدر خوب، اینش خوبه. علی بهترین واکنش گرفتی خیلی حالتو خوب کرد چی بود؟ از مامانت بود، بابات بود، یه خاله، بار دایی، دوست رفته چی؟ بودیم بیرون با خانواده، همینجوری داشتم راه میرفتم، یه پسر توپل بود، کوچیک بود، دوربر 8 سالش بود اینا، توپل. بعد اینجوری دستش رو دراز کرد، تو بودی تو اصل جدید، دمت گرم. بابام آهنگتو گذاشته تو فلش، پدرمونه در برده. بهترین واکنشم. اون بچه اصلا تو رو دوست نداشت، واسه چشاتو داره. خیلی خوب. یه چیزی اگه یادتون باشه تو مرحله قبل علی گفت که خیلی اهل بازی معاشرت و اینا آره نیست، بله. دوست و اینا نیست. الان هم اون شکلی هنوز یا نه؟ خب این بالاخره یه تایپ شخصیتیه. بله. بازی اصلا بازی اینستا نمی‌کنم، بازی دوست ندارم. ولی تو مدرسه الان چیکار می‌کنین همه دوست و رفیق پیدا کردی بعد از اصل جدید؟ حرف میزنیم، براشون حرف میزنی؟ اونا میگن به به صحبت استاد می‌کنیم. متشکرم استاد. چیکار می‌کنی؟ بودا که نمی‌کنم دیگه، چه کار دارم؟ یعنی بودا؟ اونا نتونستن راضیت کنن یه فوتبالی بزنی، یه ورزشی، نه چیزی؟ فوتبال دوست ندارم. هیچی. خوشم از فوتبال نیست. طرفدار هیچ تیمی هم نیستی؟ نه. اصلا. اصلا ورزشی هست که دوست داشته باشی تماشا کنی؟ نه. علی طولابی، خانم آقایون، کیف کردیم از حضورش و صداش. در فینال میبینیمش. علی جان خیلی ماشاءالله مسلطه، حالم خوب شده، خیلی مؤدب، سوار رو بازی. بسیار دستگاه سخت و گوشه بسیار سختی رو خوند. اون که شما گفتی به بله. باره یه سخته نیمه ها؟ خیلی سخت.